یکی از خدمه جمکران میگوید یک روز قبل از عاشورای حسینی در مسجد جمکران مشغول قدم زدن بودم. مسجد بسیار خلوت بود. ناگهان متوجه مردی شدم که بسیار هیجان زده بود و به هر یکی از خدام که می رسید آنها را بغل می کرد و می بوسید. جلو رفتم تا جریان را جویا شوم. اما همین که به او رسیدم مرا نیز در آغوش کشید. می بوسید و اشک می ریخت. وقتی جریان را از او پرسیدم گفت چند وقت قبل با اتومبیل تصادف کردم و فلج شدم. پاهایم از کار افتاد. هر شب به خداوند و ائمه معصومین متوسل می شدم. امروز همراه با خانواده‌ام به مسجد آمدم. از ظهر به بعد حال خوشی داشتم. به آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف متوسل بودم و از ایشان تقاضای شفا می کردم. نیم ساعت پیش ناگهان متوجه شدم که مسجد نوری عجیب و بوی خوشی دارد. به اطراف نگاه کردم و دیدم که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، قمر بنی هاشم علیه السلام و امام زمان عجل الله فرجه الشریف در مسجد حضور دارند. با دیدن آنها دست و پای خود را گم کردم و نمیدانستم چه کنم که امام زمان عجل الله فرجه الشریف به من نگاه کرد و همان لحظه لطف ایشان شامل حالم شد و به من فرمود شما خوب شدید. بروید و به دیگران بگویید که برای فرج من دعا کنند که ظهور انشاء الله نزدیک است. بعد ادامه داد امشب عزاداری خوب و مفصلی در اینجا برقرار می شود که ما هم حضور داریم. خادم می گوید مرد شفا گرفته یک انگشتری طلا به دفتر داد و با خوشحالی رفت. مسجد خلوت بود. آخر شب هیئتی از تبریز به جمکران آمد و به عزاداری و نوحه خوانی پرداختند. مجلس بسیار باحال و سوزناک بود. من همان لحظه به یاد حرف آن مرد افتادم.